سلام بر بچه هاتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیویی از آموزش ساخت کاور ویدیو یه اینستا بزن بریم. ما شما اول از همه میریم توی پیکس آرت و روی این به اضافه کلیک میکنیم. یه دقیقه اینو ببرم اون کلیک میکنیم. بعدش اینجا مثلا ایجاهای خالی بعد انتخاب کنید. من اینجا رو انتخاب کردم، الان میاد. خب من اینجا رو انتخاب کردم بچه ما میریم توی مربع. خب ما یه عکس باید انتخاب کنیم. خب اینم اومد. خب نه این بده. خب ما مثلا الان میاد بچه ها همش میزنم روی یه دونه دیگه. مثلا روی این خوبه، روی میزنم. خب حالا من نمیخوام این پس زمینه روش باشه. خب میزنم قطع کردن و روی این کلیک میکنم تا زودتر پاک بشه. خب اون جایی که اشتباه تشخیص داده ما پاکش میکنیم و اون جایی که باید درست بشه رو درست میکنیم. یه بار دیگه یه دقیقه وایسین بچه ها، من تا اینو درست کنم. بچه ها اومدیم. بچه ما اینو درست کردیم. خب ما میزنیم بازم روی چی؟ مربع. خب ما باید یه دونه رنگ انتخاب کنیم. خب به کاور من رنگ قرمز میخوره. ما اینو میزنیم. خب اینجا اضافه کردن عکس. خب این پیکس آرت بچه ما باید کوچیک کنیم اینو تا تو دستمون جا بشه. ما اینو میزنیم. درست. حالا برنامه این شات، اینم برنامه این شات. میذارمش اینجا و حالا اگه دلتون خواست یه دونه مطرح میتونید بهش اضافه کنید. من الان مثلا میخوام بنویسم آموزش ساخت کاور. اینجا میتونید رنگش رو سیاه کنید، سفید کنید. خب ما سفید رو انتخاب میکنیم و اینجا باید بزرگترش کنیم تا خوب معلوم بشه. خب بچه ما اینو باید کوچیک کنیم. آموزش ساخت کاور میذاریمش بالا. آموزش ساخت کاور. ما اینو میزنیم، دانلودش میکنیم. خب الان باید چیکار کنیم؟ بریم تو برنامه پیکس این شات.
بچه ببخشید. خب ما میزنیم اجازه دادن. خب بچه اینجا میگه یا مثلا این داره ویدیو، من اینو انتخاب میکنم و اینو میزنم. بعدی حل. خب الان ما باید یه دونه عکس انتخاب کنیم. خب ما اینو میزنیم و من باید این طولش رو کم. مثلا چند صدم خوبه. زنیم ذخیره سازی. الان داره میخواد بارگذاریش کنه. خب بچه به همین راحتی تا ویدیوی بعدی بدرود.